انس ابن مالک خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال خدمت بزرگترین مرد دنیا را اجرا کرد. خوشا به حالش. کاش که در آن زمان به دنیا می آمدیم و خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می شدیم. بنابراین از جمله شخصیت های هست، از جمله 7 نفر شخصیت های هست که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثی زیاد روایت کرد. هر کسی که با اهل علم نزدیک باشد، بسیار ملازمت کند، علمی زیاد میگیرد. و انس رضی الله عنه که خدمتگار جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، حدیثی زیاد از 2000 حدیث از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، با وجودی اونکه جوان بود، روزی که آمدن 10 ساله بود، روزی که وفات کردن 20 ساله بود، به دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرف شد. در عمرش، در جانش، در فرزندانش، در مالش دعا کردن الله تعالی برکت دهد گفتن. حتی 100 فرزندش را با دستش به خاک دفن کرده بود. این زیاده برکت در فرزندش دلالت میکنه. و از 100 گذشت سالش و مالش هم زیاد شد. حتی در بعضی روایت ها آمده است که باران گاه خاص به باغ انس میبارید، به همسایه ها نمیبارید، خاص به باغ انس باران میبارید. و برکت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و به شرافت آن خدمت هایی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده بود.